آیا تاکنون از خواب بیدار شده ای و احساس کرده ای که چیزی در آن خواب فقط یک تصویر تصادفی نبود؟ آیا تا حالا رویایی دیده ای که تا روزها تو را رها نکرده باشد؟ انگار قلبت میدونست که پشت آن پیامی پنهان است. شاید یک هشدار بود، شاید یک نشانه بود، شاید صدایی بود که از عمق روحت حرف میزد. بعضی وقتا خدا با ما در بیداری صحبت نمیکنه، چون ذهنمان شلوغ است، قلبمان مشغول است و دلمان گرفتار روزمرگی و نگرانی هاست. اما وقتی چشمهایمان بسته می شود، وقتی دنیا ساکت می شود، روح شنواتر می شود. قرآن می گوید: لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق. خدا رؤیا را به پیامبرش به حق نشان داد. این یعنی رؤیا میتونه حقیقت، هشدار و پیام باشه اگر بفهمی چگونه نگاهش کنی. و گاهی رؤیاها زنگ بیدارباش هستند. گاهی خدا چیزی رو در خواب به تو نشان میدهد که اگر در بیداریت میگفت توجه نمی‌کردی. پس با دقت گوش کن. شاید همین رؤیاها دلیل تأخیرها، سردرگمی‌ها و حتی نجات تو باشد. تا پایان با من بمان، چون امروز 5 نشانه قدرتمند رو بررسی می‌کنیم که ممکنه نشان دهند خواب تو یک پیام الهی است، نه یک رؤیا یادی. قبل از اینکه شروع کنیم، اگر آماده حقیقت هستی، در کامنت ها بنویس: پروردگارا، چشمانم را باز کن. شناخت شماره 1: رؤیایی که بارها تکرار می شود. وقتی یک پیام تکرار می شود، یعنی داره فریاد می زند. تو هم شاید همین رو تجربه کرده ای. همون تصویر، همون مکان، همون چهره. دوباره و دوباره. این تکرار تصادفی نیست. در قرآن وقتی خدا میخواست پیام مهمی رو تأیید کنه، آن رو تکرار میکرد. ثم رددنا لكم الكرة علیهم. و بازگشتش دادیم. تکرار یعنی تأکید. تأکید یعنی توجه. گاهی رویای تکراری داره میگه تو داری چیزی رو نادیده میگیری. ممکنه یک هشدار باشه درباره یک مسیر، یک رابطه یا یک عادت گناه آلود. یوسف علیه السلام پیش از تحقق وعده 2 رؤیا دید که یکی دیگری رو تایید می‌کرد. این یعنی پافشاری الهی اهمیت داره. عمل روحانی: وقتی رؤیا تکرار میشه، از اون عبور نکن، یادداشتش کن. دعا کن و بگو: پروردگارا، مقصودت را واضح کن. شناخت شماره 2: رؤیایی که یک احساس قوی بیدار می‌کند. گاهی رؤیا آنقدر واقعی است که حتی بعد از بیداری قلبت با اون حرف میزنه. شاید خواب ترسناک بود، شاید آرامش بخش، شاید عجیب، اما احساسش در تو باقی مونده. در قرآن وقتی فرشتگان بر مریم نازل شدند میگوید: فاوجست منهم خیفه. در دلش ترس افتاد. رؤیای الهی یک اثر جانانه داره، نه صرفاً تصویری گذرا. اگر خوابی تو رو بیدار کرد و احساس کردی این فقط خواب نبود. اگر چیزی درونت گفت به این توجه کن. این میتونه نشانه ای باشه که خدا داره از طریق احساس پاک درونی تو صحبت میکنه. نمونه قرآنی: ماجرای مادر موسی. در دلش وحی شد که کودکش را در روت بیاندازد. عملی که با عقل جور نمی آمد، اما احساس قلبیت مطمئن بود. عمل روحانی: اگر خوابی تو را تکان داد، قبل از هر کس با خدا صحبت کن. در سکوت بگو: پروردگارم، پیام این احساس چیست؟ شناخت شماره 3: رؤیایی که به تو هشدار می‌دهد. گاهی خواب ساده نیست، هشداره، و هشدار همیشه از روی محبته. ممکنه چیزی ببینی که تو رو می‌ترسانه. دره، سقوط، تاریکی، یا ببینی که در راهی هستی که نباید باشی. در قرآن اومده: و ینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا. تا هشدار دهد. هشدار ابزار خداست برای حفاظت، نه برای ترساندن بی هدف. گاهی در خواب به تو نشان داده میشه که مسیرت غلطه. رابطه‌ای که آلودت میکنه، دوستی که تو رو پایین میکشه، گناهی که به تو فشار آورده. در زندگی پیامبر صلی الله علیه و سلم، خوابها گاهی نشانه خطر بودند.
قبل از هجرت، قبل از جنگ‌ها، قبل از تصمیم‌های مهم. عمل روحانی، اگر خوابی تو رو ناراحت کرد، به خدا پناه ببر. این مجازات نیست، این حفاظته. بگو اللهم ارنی الحق حقا. خداوندا، حق را حق نشانم بده. شناخت شماره 4، رؤیایی که یک آیه، یک دعا و یا یک ذکر به همراه است. این رؤیا یکی از قوی ترین نشانه هاست. اگر در خواب آیه‌ای شنیدی، اگر دیدی که داری دعا می‌کنی، اگر کسی در خواب ذکری به تو گفت، این رؤیا تصادفی نیست، این هدایته. قرآن میگوید و نوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. آیاتمان را در جهان و در وجود خودشان نشان می‌دهیم. گاهی خدا آیه‌ای را که در بیداری نادیده گرفته ای در خواب تکرار می‌کند تا قلبت بیدار شود. مثال قرآنی، رؤیای ابراهیم علیه السلام که دید فرزندش را قربانی می‌کند، اما پشت این رؤیا پیام عظیمی درباره تسلیم و ایمان و امتحان بود. عمل روحانی، اگر آیه‌ای شنیدی، از خواب بیدار شو و همان لحظه آن را بنویس. آیات رؤیا حامل پیام مستقیمند. برایش دعا کن و بگو پروردگارم، معنیش را برایم روشن کن. شناخت شماره 5، رؤیایی که پاسخ به دعای تو است. این یکی زیباترین نشانه است. گاهی مدت هاست داریم دعا می کنیم پروردگارا راهم را نشان بده. خدایا آیا این شخص برای من خوب است؟ پروردگارا این مسیر از تو هست یا نه؟ و جواب در خواب می آید. آرام، دقیق، مستقیم. قرآن درباره زکریا علیه السلام می گوید فنادته الملائکة و هو قائم یصلی. فرشتگان هنگام نماز پاسخ او را دادند. گاهی پاسخ دعا در همان لحظه می آید. گاهی در خواب نب بعد، گاهی حتی همان نب. اگر خوابی دیدی که دقیقاً به دعایت ربط داشت، این پیام است، نه خیال. بسیاری از مؤمنینی که در سختی بودند، قبل از تغییر بزرگ زندگیشان خواب دیدند که درهای بسته باز می شود یا نور وارد اتاقشان می شود. عمل روحانی، اگر خوابی دیدی که به دعایت متصل است، دیگر شک نکن. عمل کن، چون پاسخ خدا آمده. امروز با هم دیدیم که بعضی رویاها فقط تصویرهای ذهن خسته نیستند. بعضیاشون پیامند، بعضی خوشدارند، بعضی درمانند و بعضی جواب دعایی است که مدتها گم شده. اگر رویایی تکرار می شود، اگر احساسی عمیق در قلبت می گذرد، اگر تو رو از چیزی می ترساند یا به چیزی امید می دهد، اگر آیه‌ای در آن می شنوی، اگر با دعایت ارتباط دارد، پس تنها نیستی. خدا داره با تو حرف می زند از طریق راهی که قلبت اون رو بهتر می فهمه. به یاد داشته باش، سکوت خدا غیبت نیست. رؤیاهای تو یکی از زبانهای اوست. تو فراموش نشده ای. تو تنها نیستی. تو در حال بیدار شدنی. اگر این پیام روح تو رو لمس کرد، در کامنت ها بنویس پروردگارا راحت را به من نشان بده. و این ویدیو رو لایک کن، اشتراک بگذار و در کانال عضو شو تا پیام‌های بیشتر دریافت کنی. پیام‌هایی که قلبت رو بلند می‌کنن و روحت رو تقویت. بیایید در پایان دعا کنیم. پروردگارا، نور حقیقتت را در قلب این بیننده روشن کن. رؤیاهایش را از سردرگمی پاک کن و معنا و هدایت در آن قرار بده. دلش را آرام کن، راهش را باز کن و با فرشتگانت محافظتش کن. آمین.